شادی نشاد یارتان با دوستان گرامی مخلصان فوتبال اینک دور پنجم چمپیونات مملکت اوید با فوتبال امروز شروع می‌گردد و ما و شما حالا در ورزشگاه وزارت دفاع تاجیکستان حضور داریم در پلی‌تکنیکوم و اینجا دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و رفشانی کلوب با هم دیدار انجام می‌دهند. طور آگاهی دارد این بازی خیلی جالب خواهد بود از آن خاطر که تا هنوز کلوب مرکزی ورزش ارتش یگان باخت ندارد و هر دو دسته ها سه بازیگی گذرانیدند و در این راستا کلوب رفشن کلوب باشد از سه وخوریش با یک غلبه یک مساوی و یک باخت در جای ششم جایگیر شده است، اما کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد در زینه دوم جدول مسابقات با سه پیروزی است که اینجا ما و شما هم در همین برابر خواهیم دید که کدام از این دسته ها امروز پیروز می شوند و یا خود خال ها رو تقسیم میکنند و یا با باخت کدام روبرو می شوند. خوب بیاید چون هیئت دسته ها رو به ما معرفی میکنند بیاید به هیئت دسته ها توجه میکنیم. ما شروع میکنیم چون از رفشن کلوب اینجا هست. باید گفت که امروز در هیئت دسته رفشن کلوب تغییرات هست. در دروازه فیروز نظرов تحت رقم 25 بازی میکند. شادیجان مرادov 11 اینها حمایتگران هستند. کامران میرزاخان 4، تمفک پلاتینی از کامرون 70 و همچنین اوفور ساموئل از گانا رقم 15 است. این محافظتگران دسته رفشانی کلوب. در خط نیم حمایه اینوکنت کواسی است. این بازیگری که یک گل الکی در هیئت دسته رفشن زده است. تحت رقم 17 بازی میکند. کریس امانوئل کوکو 18 هست. این بازیگر هم در بازی امروزه در بازی گذشته نبود، در بازی امروزه در میدان حضور دارد. 8 عبدالرحمن نازیموف، 10 محسن عبدالغفاروف، عبدالخلیل برونوف رقم 9 و علیانا رستندیور از کامرون. این بازیگر در خط نیم حمایه بازی میکند. خب عبدالخلیل برونوف در خط هجوم است و هجوم زود آغاز می شود و این یک نوگانی در بازی دسته رفشن کلوب است که اولین شده در ثانیه اول به سوی دروازه در ضربه زدند و همچنین حسین‌الدین محمدعلی دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش را اینجا سنجیدند. خیلی هم عالی است که چنین بازی رو شروع کردن. فکر می‌کنم که امروز ما بازی زیبا رو از این لحظه‌ای که شروع شد خواهیم دید. و سرمربی دسته رفشن کلوب بویر ایگامبردیف است. دیرکتور کلوب غیرتشو میراحمدوف، مربیان قناعت لطیفوف و علیشیر توچیف اونی که درجه دسته منتخب تاجیکستان بازی کرده است. به حیث مربی دروازه‌بان‌های دسته محض رفشن کلوب است. هیئت دسته صاحبان میدان چنین است. 16 حسین‌الدین محمدعلی دروازه‌بان نو و جوانی که الکی ما در یک بازی هنری او را دیدیم، اما در سه بازی که در میدان بود همگی یک توپ سر داده است. این درباره دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. در خط محافظت سرگئی درونین از روسیه رقم 27، عزت‌الله روزیف رقم 4، علیشیر سفروف 5 و همچنین کامران ابراهیموف رقم 20. در خط نیم حمایه ادریس امینو 15 از گانا، کامران میرزانژاد 7، وحیدالدین سفروف 21، الچیبک رشیدبکوف در خط حمله است. شرفجان صالحوف و رستم نوروزوف یک 9 و دیگری 17 در خط هجومی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکنند و امروز طرح بازی این دسته کمی دیگرگون هم هست. ما میبینیم که با سه حملهگر اینجا بازی میکنند. سرمربی این دسته امین سوگونی از جمهوری اسلامی ایران است. با فیض دولتوف به حیث مربی کلان و جواد زرگانی از جمهوری اسلامی ایران مربی است. اسدالله نوروف مربی دروازه‌بان ها هست و حالا هجومی نخستین فوتبالبازان دسته شهر کلوب بسیار هم هجومی خیلی خوب و گوارا هم بود. در آخرین مورد آنها با موفقیت کامیاب نشدند، ولی حالا ضربه اولی کنجی رو ما از جانب رفشن ببینیم. آنها از کنار راست
ضربه میزنن. اینجا مخلصان روشن کلوب هستن که دوستان گرامی با اینجا اومدن و همیشه دست رو پیگیری میکنن و در هر بازی‌هایش اونجا هستن. خوب بالا محسن عبدالغفورов اینجا ضربه کنجی میزند و یک بار 5 بازیگر در میدان نزد دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش هستند. خوب ضربه زده بشود، خطرناک است و ببینید اینجا محافظتگر در یک وضعیت نهایت دشوار توپ را زده از میدان بیرون میکند، ولی هجوم روشن ادامه مییابد. باز یک ارسال دیگر به میدان نزد دروازه، اما حسینی محمدعلی در جایش است و این توپ را نگاه می‌دارد. بسیار هم یک حالت خیلی خوب بود برای فوتبال بازی دسته روشن در برابری آغاز شدن این وخوری و فکر میکنم که شاید فوتبال بازی کلوب مرکزی میزبانان این رو انتظار نبودند که روشن زود به هجوم میگذرد. خب درباره داوران به شما چیزی نگفتیم. خورشید دادابایف از شهر خوجند است، نعیم جان منصوروف از بابا جان غفورов و منیرخان اشورов او هم از بابا جان غفورov اینجا کمک میرسوند. نسیم حمیدوف داوری احتیاطی است. نوزی داوران عبدالرحیم بابایف و کمیسری بازی عزالدین یونوسوف از خوجند. عبدالرحیم بابایف یکی از داوران شناخته تاجیکستان است که از شهر توسوزاده نمایندگی دارد. حالا اینجا مخلصان روشن در کنار راستی من نشستند و اینجا علاقه روشنگویی ها شروع شده است و شاید این کمک اونها است که روشن توپ رو میگیرد. محسن در مرکز میدان خیلی خوب اینجا گذشتنی بود، اما در آخرین مورد کامران میرزا نژاد توپ رو گرفت و اینجا توپ به خورشید دادابایف میرسد. بعد داوری اساسی این وخوری و اینجا او توپ رو منع میکند، بازی رو منع میکند و اکنون از همینجا شروع خواهد شد. کامران میرزا نژاد بازی میکند با اینجا با محافظتگران. تو با حسین‌الدین پرتافته میشود و فکر میکنم که این کمی هم خطرناک خواهد بود. حالا هجومی فوتبالبازان دسته شهر کلوب در اینجا با پایان میرسد و همین سرگی درونین هست که شما نوکک دیدید توپ رو گرفت. این همین سرگی درونین لگیونر رسیگی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. روزی سخت توپ رو به پیش میزند اما اینجا کسی نیست و حالت اولین غیر بازی اینجا برای فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزشی ارتش است و از همه اساس اون است که اینجا شما حالا نوروز رستموف رو دیدید. نوروز رستموف این بازیگر سابق دسته روشن کلوب است که امروز شرف کلوب مرکزی ورزش ارتش را حمایت میکند. درجه دسته روشن سالی گذشته 24 بازی گذرانید، 1582 دقیقه در میدان بود و حالا باز یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته روشن اینجا بسیار با سرعت بلند. امین سوپانی است مربی کلوب مرکزی ورزش ارتش و بویر اگامبردی هم دیف هم در پای راست اینجا حالا دستور میدهند با دستپروران خود توپ در نیمه میدان کلوب مرکزی ورزش ارتش درون این توپ رو با کناری راست با کامران ابراهیموف میدهد و یک پرتابی نهایت تیزتون با پیش اینجا چیزی نشده است ولی از جای برمیخیزد. این همون نوروز رستموف است. دوستان گرامی گفتم چند پیشتر که در هیئت دسته کلوب مرکزی است و حالا توپ با کواسی اینوکنت نمیرسد. این کواسی تحت رقم 17 بازی میکند و حالا بیاید باز توجه میکنیم کلوب مرکزی ورزش ارتش میخواد با شرف جان سولیوف توپ رو بازی کند اما این با آنها میسر نمیگردد و توپ از میدان بیرون میشود. امین سوپانی در حقیقت نسبت به بازی که با دسته خوجند داشت دو تغییر در هیئت دسته بازی کرده است. کامرون تغییرات وارد کرده است. اینجا بنجامین در میدان نیست، به جای کامران ابراهیموف فولو که نو اینجا بازی کرد تحت رقم 20 و همچنین شرفجان سولیوف بازی میکند. خورشید تیمور جورایف در میدان نیست و امروز خورشید حالا ببینید سولیوف با توپ رسید و این توپ رو
زده از میدان بیرون میکنند و این همون بازیگری هست که به شما گفتم اینوکنت است. حالا محافظتگران دسته رفشان توپ رو میگیرند و پیش میزنند. اینجا برونوف مبارزه بود ولی توپ از میدان بیرون شد و من در بازی گذشته کلوب مرکزی ورزش ارتش گفتم که سرگی درونین هرچند در میدان بود ما او رو کمتر دیدیم. حالا این بازیگر با توپ است امروز در میدان بیشتر به چشم میرسد و توسط او بازی میکنند. اونایی که توپ رو از بیرونی میدان به بازی میدارند حالا درونین فشار از جانب فوتبالبازی دسته رفشان هست و توپ رو میگیرند و 3 نفر بازیگران دسته رفشان هستند. کمی هم باشد اینجا برونوف به سراسیبگی رو داد، خواست توپ رو با اینجا با موسین پارتیت خطا کرد و در مرکز خطا محض از جانب همین عبدالخلیل برونوف در مقابل ادریس امینو. حالا بازی باز شروع شده است. ببینید این همون افتیشه بود که در اینجا دوبار خطا رو دید و خطاگی ها از نظر ما بیشتر به نفع فوتبالبازان دسته رفشان است. حالا باز یک حرکتی خیلی زیبا است از جانب اینجا اینوکنت او رو زده از پای می افزنند. خوب 2 نفر بازیگران هستند اینجا. ادریس امینو به او خلال رسوند. ادریس امینو بازیگری گانگی است. اینوکنت باشد از ساحل اوج از کامرون کد دیوار است. دوستان گرامی بازیگری رقم 17 که حالا در ایدی دسته رفشان بازی میکنه. حالا ضربه زده میشود. اینجا ما محسن عبدالغفورов رو ببینیم. همه ضربه‌ای که اینجا صادر میشوند مسئول اجرا میکند ولی با دشواری توپ رو برمیگرداند بازیکنان خط مدافعی کلوب مرکزی ورزش ارتش و الکای توپ با دروازه‌بان دسته رفشان میرسد و باید گفت که در حیاتی رفشان هم 2 تغییرات به چشم میرسد. امروز فیروز نظرов در میدان است. ریزوف رو به میدان آوردند. بازیگری با تجربه این دسته دروازه‌بانی که سالهای زیاد شرف نه تنها دسته رفشان رو بلکه حاصلات و دیگر دسته جمهوری رو حمایت کرده است امروز در هیئت احتیاطی قرار دارد. این یکمین تغییرات است و تغییرات دوم اینجا رسول فایزوف یا خود رسول فایزوف در بازی نیست و همین اینوکن در میدان است. حالا از اولین هجوم‌های فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش کمی هم خطرناک بود اما حالت نوبازی اینجا هست. حالا یک بار دیگر می‌بینیم بله در حالت نوبازی بر اعلی اینجا نمودار است و بازی این لحظه هایی که ما بیش از 10 دقیقه این بازی رو تماشا میکنیم با صورتی بلند میگذرد. اگر گویم که با برتری دسته رفشانی کلوب خطا نخواهم کرد چون که آنها بیشتر با توپ هستند. حالا نازیموف کاپیتان دسته در مرکزی میدان عبدالرحمن نازیموف خطا میکند و اکنون هجومی ادریس امینو زود به کنار راست اینجا صالحوف نه دروازه‌بان فیروز نظرов هم خیلی خوب اینجا مویرانه همه رو زیر نظارت خود داشت و هجومی جوابی اینجا باز اینوکنت است. ارسال خیلی خوب با کنار چپ یک گزارشی عالی اینجا انجام شود ولی توپ عمیق به حملهگر نمیرسد و بار دیگر باز یک ضربه دیگر و اینجا توپ از میدان نه در دروازه‌بان مویرانه باز میکند حسن‌الدین و توپ رو برمیگردند و بازیگرانی خوب دسته رفشان. حالا شما کامران میرزاخان رو میبینید. کامران میرزاخان سالهای زیاد شرف کلوب مرکزی ورزش رو حمایت کرده است و امسال حالا در هیئت دسته رفشان بازی میکند. خوب از اون جمله اینجا گفتم ممکن است که عبدالخلیل برونوف هم در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی کرده است. محسن عبدالغفورov هم خوب بازیگران از یک دسته به دسته دیگر از روی شرایط خوبشون میگذرند. خوب این جای پنهانی نیست. یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته رفشان خوب ببینید سراسیمه میشن محافظتگران
فشار خیلی بلند است و اینجا ما ببینیم که از کناری چپ ایمانوئل کاکو جویگیر شده است. ما از همین ایمانوئل در بازی گذشته نبود، از روی این اولو میبینم، ولی ایمانوئل کاکو در این دسته نبود، ولی اینجا ببینید با خطاگی رو میدهد محض اینوکنت تو رو از نزدیک پویش گرفتن، ولی دوبار اینجا خطاگی رو از فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی دید. حالا بار دیگر ببینید، بله اینجا الچیبک بود. الچیبک برخوردی انجام داد با محض همین ایمانوئل نه ایمانوئل اینوکنت و حالا ضربه دیگر کمی بلند بود این توپ محض با میداد با کی روان بود، با کامران میرزاخان. کامران میرزاخان محافظتگری است که با سر خیلی خوب بازی میکنه. حالا ببینید کامران اینجا است اما با او خلل رسانیدن. عزتالله روزیف با او خلل رسانید، حساب شده نشده است. الکی دقیقه 14 پس سر شد در فخوری دور پنجمی چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ عالی. شرافجان سولیوف حالا با کامران میرزاخان است، خیلی توپ رو خوب میپرتوید اما دروازه‌بان هم با یک چلوکی این توپ رو برگردوند. ولی این ضربه رو ببینید، این ضربه بسیار ضربه خطرناک عالی بود. این توپ رو هم محافظتگران برگردونیدند. حسین محمد علی به مرکزی میدان آمده است و ضربه که زده شد از جانب علیشر بود، علیشر سفرов. حالا گوید تو اون لحظه که فشار روشن در اینجا ادامه دارد با فوتبال توجه کنیم، بعدا با تکرار اون حالتی که ضربه علیشر سفرov رو ما دیدیم. کامران نه اینجا حالا روزیف بود. خب باز یک شرافجان سولیوف، اولین ضربه نیوت خطرناک از جانب شرافجان سولیوف. کمی دیگر اگر پیشتر میرفت ضربهش بیشتر میرفت. حالا ببینید این ضربه پیشینه که حالا ما گفتم علیشر سفرov ضربه زد، اینجا ببینید چگونه ضربه میزد بیگویز با یک ضربه نیوت قاطع و در اینجا توانست فکر میکنم اینوکنت بود یا ساموئل آفوری بود که این توپ رو صد گذاشت. اگر نه این توپ بسیار خطرناک هم بود. دو ضربه پای در پای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. خب از نگاه ضربه های این دو ضربه رو ما حساب کنیم آنها به صفحه پیش میبرند. یک ضربه بود به سوی دروازه دسته کلوب مرکزی ورزش. حالا هجوم آنها روشن ادامه مییابد، توپ به مرکز فرستاده میشود و اینجا ضربه آزاد تعیین میگیرد از نگاه داور این بخوری که امروز من با شما داور رو هم معرفی کردم. این خیدرابویف است. در دست من گفتم مخلصان هم روی مرکزی ورزش ارتش. اینجا یک گروه سپاهیان یا خود عسکران قواهای مسلح تاجیکستان با پرچم تاجیکستان با پای راست ایستادند و روی مرکزی را تشویق میکنند و صدای آنها هم حالا بر اعلا است. هجومی فوتبالبازان کلوب مرکزی یک ارسال دیگر باز به شرافجان سولیوف و اینجا علیشر سفرov بار دیگر بود که این توپ رو با میدان نزد دروازه پرتافت اما اینجا کسی نیست. شرافجان هم به این توپ نرسید. حالا یک بار دیگر ببینید این ارسال را بسیار ارسال دقیق بود اما شرافجان کمی هم باشد تیزتر به این توپ از توپ پیش گذاشت. ببینید توپ از بین پایش گذاشت و بیرونی میدان رفت. حالا باز فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش توپ با مرکزی میدان. باز اینجا ببینید علیشر را بسیار میجویند. این نفع علیشر به پیش نرفت و اینجا باز همون نوروز رستمov بود. حالا ببینید بازی برای نوروز رستمov در اینجا خطا کرد.
ولی پلاتینی است حیران نشوید پلاتینی است و در مقابل اولو بورونوف قویده ویران می شود و ضربه بسیار خطرناک خواهد بود ما میبینیم که همه ضربه ها رو محسن عبدالغفارov میزند این نوبت چه داور با کپیتان دسته سیپاهیان کامران میرزانژاد حالا ببینید بیاید این لحظه چگونه لحظه بود بله اینجا با دست تیره دادن بود از جانب کامران ابراهیموف و حالا توجه به اکسیدینی محمدعلی است خب گلگویان این بازیگر رو شما شناختید نوروز رستموف بازیگر سابقه روشن کلوب خب در نزد توپ عبدالرحمن نازیموف کپیتان دسته هم ایستاده است باز محسن عبدالغفارov اینچنین بورونوف هم اینجا هست کدومی از اینها ضربه میزنند نمیدونم خب به هر نوع پلاتینی هم در مرکز در میدان نزد دروازه حضور دارد خوب ببینید چی بازی میکنند بله باز محسن عبدالغفارov و باز دیواری محافظ این توپ رو برمیگرداند باز یک افساد دیگر دروازه‌بان در جویش است حسین محمدعلی براستی بازی این دروازه‌بان به من بسیار هم پسند آمد در وخوری با دسته خوجند که آن بازی رو هم من شرح داده بودم حالا بیایید ببینیم یک بار دیگر برای ارسال است و حسین بسیار هم احساساتی بلندی درک توپ رو هم دارد و بسیار بازی زیبا نشان داد بسیار حالت‌های خطرناک رو از نزد دروازه‌اش با سیفو برگردونید و اولو الکای باز این نوبت فوتبال بازانی دسته ارتش ضربه میزنند خب گمان میکنم که اینجا ضربه رو باید علیشیر سفرov بزند چون که ما دیدیم که علیشیر سفرov بسیار ضربه هایش سختند و خطرناک اینجا حالا تکراری حالت رو دیدید دوبار حالا در جای به جا گذاری بازیگران اهمیت میدهد که عزت‌الله روزیف هم ضربه زدنش ممکن است کامران میرزانژاد هم اینجا است سولیف هم اینجا است خوب الچیبک نه این اینجا میبینم که وایسیدین سفرov هم اینجا است وایسیدین در بازی گذشته ضربه رو وایسیدین زده بود حالا علیشیر سفرov توجه به او دیواری محافظ علیشیر سفرov ضربه میزند ولی خطا راست توپی زدش به همون نما رکلامی که اونجا گذاشته شده است به همون برمیخورد حالا ببینید اینجا عزت‌الله روزیف یک گزارش انجام داد تا توجه بازیگر رو به خود کشد و بعدا ضربه زده شود اما این طور نشد حالا عبدالرحمن نازیموف راست توپ رو اینجا با اینوکن نپرتد اینوکن به توپ میرسد بله میرسد و توپ از میدان بیرون شد اینوکن این توپ رو در میدان نگاه داشته نتوانست و فوتبال بازی دوی مرکزی ورزش ارتش حالا توپ رو با بازی بدارند عزت‌الله روزیف است همین بازیگری که این سال از دسته دوشنبه با دوی مرکزی گذشت یک گل هم زد در اختیارش از اون گل‌هایی که دوی مرکزی زده است یک تاش رو عزت‌الله روزیف زده است همین عزت‌الله روزیف که حالا تحت رقم 4 بازی میکرد حالا ما اینجا سرگی درونی رو دیدیم عزت‌الله روزیف و پیش کامران میرزانژاد نه کمی خطا کرد پرتوفتش خطا بود و فوتبال بازی دسته روشن از کنار چپ به هجوم میگذارند شاید جمرودوف است که حالا از کنار ولی اینجا شده نتوانید به بورونوف توپ رو برساند ارسال نکرد اما در اینجا کسی نیست محمدعلی حسین محمدعلی هست اینجا شده کنن این توپ رو میگیرد و حالا یک لحظه توقف هم کرد ببینید اینجا حالا مرادوف است
акун солеҷон солеов ҳоло тӯбро футболбозони клуби марказии варзиши артиш ба қафо бубинед қариб ҳамаи футболбозони дастаи равшан ба хати дифоъ меоянд. Шарафҷон Солеев ба қафо боз як ҳуҷуми дигари сипоҳиён. Инҷо Вайсти Сафаров аз пойзада афсонида мешавад. ва ин ҳамин зарбаи ҳоло буд ки чанде пештар мо такроран аз ҳамин нуқта зарбаро мебинем. Вайсти Сафаров аз ҷой бармехезад, хуб саломат аст, бозиро идома медиҳад. ва ин навбат ки зарба мезанад. ҳоло як инҷо ҳайати бозигарони дастаи Равшани Кӯлоб ҳастанд ва мову шумо инҷо ҳоло бубинем ки зарба мезанад. Инҷо мухлисоро нишон медиҳанд ва довари вухӯрӣ ҳоло Дадабоев бо Амин Субҳонӣ ҳоло Амин Субҳонӣ ҳам касеро гуфт бояд зарба зананд ва инҷо ҳоло зарбаи сахт хоҳем зад. На, намезананд, балки бозӣ мекунанд. Ин бозигузори бозигарони дастаи клуби марказии варзиши артиш онҳо хато мекунанд, вале дар навбати худ каме ҳам бошад муҳофизатгари клуби Равшани Кӯлоб саросема шуд, тӯбро зада аз майдон берун кард. Тӯб дар ҳамин поя дар маркази майдон аст. боз футболбозони клуби марказии варзиш мизбонон ҳоло ба бартарӣ соҳибанд. Шарафҷон Солеҳов хеле моҳирона гузаштани аст аз муҳофизатгар, вале бубинед хеле хуб тӯбро гирифтанд бозигарони дастаи Равшани Кӯлоб ва дар ин ҷо дар муқобили муҳофизатгар қоида вайрон шуд. ин ҷо мо Платиниро мебинем. ин Темфак Платини аст. ҳайрон нашавед, Платини Мишел Платини имрӯз аз футбол дур аст. акун Равшан аслан ҳуҷумаш бештар аз канори рост аст, вале инҷо ҳоло бубинед боз ҳамин Платини аст. ҳамин 72 рақаме ки ҳоло мо шумо мебинем. хуб як хато содир шуд, вале боз ин бозигарони аҷнабии дастаи Равшан тӯбро бармегардонанд. ҳолати хубро барои ҳамлагарон ташкил кардани ҳастанд. акун канори чап боз ба марказ. ҳоло як зарба инҷо аз ҷониби Боронов дур аст. чунин зарбаҳо барои Мусиддини Маҳмадалӣ дарвозабони Сипоҳиён бисёр осонгир аст. ин гуна зарбаҳоро мо дидем, албатта бари ин тавр нест. ва ҳоло боз як ирсои дигари тӯб ба пеш, вале хато мекунанд. бозигарони Равшан тӯбро бо дасташон ба бозӣ медоранд. чӣ мегӯяд довар? баре инҷо боз як хатогии дигар содир шуд. бояд зарбаи озод зада шавад аз ҳамин нуқтае ки ҳоло мо хуб мебинем. Комрони Мирзохон хуб дидед дар ҳайати дастаҳо ман гуфтам аз ҳайати Сипоҳиён рақами 17 ин даста Наврӯз Рустамов дар Кӯлоб бозӣ мекард. ҳоло рақами 4 соли гузашта дар ҳайати дастаи клуби маркази варзиши артиш бозӣ мекард Комрони Мирзохон. бисёр ҳам моҳирона тӯбро мепартояд. як зарбаи дигар аз ҷониби Инакент, вале бетайёрӣ буд ин зарбааш. ҳоло имконияти ин тӯбро гирифтану ба ҳамлагарон ки инҷо Боронов дар марказ истодааст, Абдулхалил ва барои зарба задан ҳам омода ҳам буд, аммо ин тавр нашуд. хуб ҳоло боз бори дигар ба дарвозабон таваҷҷӯҳ. алҳол аз ин нигоҳе ки мо мебинем инҷо бозигарони дастаи Равшан
дар назар дорам легионерҳояшро онҳо хуб бозӣ мекунанд ва ин ҷо аллакай хато аз ҷониби бозигарони дастаи Равшан ва ин ҷо Элчибек Рашидбек фурӯзада аз пой меафтонанд. Бояд аз ҷояш бихезад. На довар ҳам табиби ин дастаро даъват мекунад ба сипоҳиён кӯмак мерасонанд. Хуб дар ҳоле ки дӯстони гиромӣ ҳоло як ист ҳаст, биёед инҷо бори дигар бубинем. Хуб ду нафар инҷо тавре мебинем. Платини инҷо буд ки тӯбро аз назди пои Элчибек гирифт ва довар хаторо дарёфт кард дар ин мавриде ки мову шумо бо ҳам будем. Хуб дӯстони гиромӣ, аз тарафи дигар биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали мусобиқот. Имрӯз ба ғайр аз бозие ки мо инҷо бо ҳам мебинем, бозии марказии давр вохӯрӣ байни дастаҳои Хатлон ва Хуҷанд ҳаст ки ҳоло идома дорад. бозиҳои дигар пагоҳ баргузор мешаванд. Регар Садас бо Исхата ва Равшани Зафаробод бо Исаравшан. ҳоло ҳуҷуми футболбозони на инҷо бубинед зарба он қадар хуб дода намешавад аз ҷониби Идрис Аминов ва ҳоло тӯбро дарвозабони дастаи Равшан ки имрӯз ҳоло Фирӯз Назаров камкор аст. хуб дарвозабонҳо агар гӯем ки камкоранд, хато нахоҳем кард. Бозӣ аслан дар маркази майдон мегирад. гоҳ аз Равшани Кӯлоб ба Сипоҳиён ва гоҳе аз Сипоҳиён ба Равшани Кӯлоб ва ҳоло ҳамин тавр ҳам ҳаст. нимаи майдони худро убур кардани ҳастанд бозигарони Равшани Кӯлоб, аммо ба онҳо имконият фароҳам наомад ва инҷо як ирсоли тӯб ба канори чап. инҷо Эммануэл Крис ба тӯб намерасад ва Рӯзиев ҳоло бо тӯб аст. на инҷо аз Наврӯз Рустамов тӯба бирни майдон меравад ва тӯбро боз ба бозӣ медоданд бозигарони Равшани Кӯлоб. хуб дар ҷадвали мусобиқот алҳол клуби марказии варзиши Артиш ягон бохт надорад. се бозӣ гузаронида даст. як бозиаш бо Истиқлол буд ва он ба даври дигар интиқол дода шудааст. инро мо баъдан хоҳем дид. алҳол клуби марказии варзиши Артиш дар ҳар се бозиаш пирӯзӣ ба даст овард. 5 гол ба дарвозаи рақибон зад. як тӯб ҳамагӣ аз дарвозааш гирифтааст ва халос. 9 имтиёз дорад ва ҳамин гуна аз 4 бозӣ дастаи Хатлон дар зинаи аввал аст. ин даста 3 ғалаба дорад, як мусовӣ. хуб бохтҳояш инҷо ба чашм намерасанд, яъне ягон бохт ин даста ҳам надорад. хуб истиқлолро медиҳад, ягон бозӣ нагузаронидааст. имрӯз мебоист бозии худро барпо мекард, вале он ҳам бо файзканд ба муддати дигар гузаронида шуд ва ин бозӣ ҳам баргузор хоҳад шуд. хуб дақиқаи 32-ум шурӯъ шуд дар варзишгоҳи политехникуми шаҳри Душанбе, дар варзишгоҳи вазорати дифои Тоҷикистон ё мудофиаи Тоҷикистон ҳисоб боз нашудааст. каме Алиян Ростандиёр аз Камерун дар ҳайати дастаи Равшан нонамоён аст, вале бубинед инҷо хеле хуб кор мекунад Эммануэл Какоу. тӯб дар марказ аст ва инҷо қоида дар муқобили капитани дастаи Равшан Абдураҳмон Нозимов вайрон карда мешавад ва Абдураҳмон Нозимов ҳоло аз ҷой бармехезад. ҳама хуб аст, ҳама дар ҷояш аст ва Идрис ҳоло як бори дигар, вале бархӯрд ҳаст ва аз инҷо зарба хоҳанд зад. Идрис Аминов буд онҷо хатоги содир кард. ҳоло тӯб дар марказ аст ва
اگر با طوری جایگوشایی فوتبال دسته رفشان بینیم خوب بود اینجا بورانوف با مرادوف چیزی گفت نه با کامرانی میرزاخان که اینجا از خط حمایه با پیش رفته بود با او اشاره کرد که من به سوی تو پرتفتم اما تو به اینجا نآمدی. این درست هم بود. تو برمیگردد به محافظتگران دسته سپاهیان. درونین بروزیف بازی میکند. خوب فشار رو ببینید توپ رو میگیرن بازیکنان دسته رفشان. امکاناتی خوب برای حمله کردن. بورانوف با قفا با کمی علاقه برای اینجا محسن عبدالغفور ضربه زدن دشوارتر بود. اونها توپ رو یک فشار خوب رو از دست دادن. حالا محسن با توپ با کنار یک ارسال توپ با کی با محافظتگران نه اینجا خطا میکند بازیگری رفشان و در این راستا توپ از الچیبک رشید بیکوف به بیرون میدان میرود. بازی گذشته دسته رفشان کولوب و رفشان ظفرآباد رو هم تماشا کردیم. اونجا البته از سبب آنکه دووران اشتباه کردند گل رفشان رو به حساب نگرفتند این دسته از 2 امتیاز بی‌نصیب شد و همون دووری که اونجا در فایز کمک دوور کار میکرد از بازی محروم کرده شد. خوب کویته اداب هست اینجا. بسیار دسته ها بسیار حادثه هایی که در دور چهارم بودند با اینو بعد گرفته شدند ولی رفشان میتونست امروز در جای باز هم خوبتر باشد. الچیبک با علیشیر بازی میکند و اینجا شرف سالیوف و استاپ شده میشود. دقیقه 36 است و 1-0. دقیقه 36 حساب شده می شود دوستان گرامی 1-0. بله فیروز نظروف دروازه‌بان دسته رفشان حالا درست اینجا ایراد میگیرد بر محافظتگران و برابری گل زدن یک تیاره خود سمالیات هم از بالا و پایان فرآمد. این شرفجان سالیوف است گل سوم خود را در مفصل میزند در یک بازی. حالا بیاید ببینیم اینجا با یک ضربه دروازه‌بان پای برد سمت پرواز توپ را اما توپ بسیار سخت بود و اینجا محافظتگران از نظر خود بیرون ماندند شرفجان سالیوف را. 1-0 است قسمی اولی بخوری و اکنون فوتبالبازان دسته رفشان چی جوابی خواهند گفت. شرفجان سالیوف سالهای آخره که ما رو تعقیب میکنیم چون بازیگری خوب عضو دسته منتخب جوانی تاجیکستان از نقطه نظر اون که بعضی مشکلی های جای داشتن در شرطنامه‌اش چند مدت سال گذشته هم از جمله خوب در میدان ها زیاد نبود و نمیتوانست که شرفجان سالیوف که در ایتی دست ها بازی کند از کوی مرکزی ورزشی ارتش با توپتاش رفت سپس همین گونه فعالیتش سست‌تر و کمتر شد و امروز ببینیم که در ایتی دسته کوی مرکزی ورزش ارتش الکی نشانزنی بهترین است. ولی در شهر بختر هنوز حساب در بازی خطان و خود جمع شده نشده 0-0 است. طور اینجا شورای ورزشگاه اعلام میکند. وقت نوبازی است برای فوتبالبازان دسته سپاهیان و اکنون هجومی بازیکنان دسته
равшан шурӯъ хоҳад шуд, вале тӯбро инҷо мубориза барои тӯб хеле зиёд аст. Боронов на, инҷо аз ҳама пеш ба ин тӯб Комрон Иброҳимов расид ва бо як расиши сар Рушдиддини Маҳмадалиро агар тӯб биёд аз дарвозабони клуби марказии варзиши Артиш ба Фирӯзназаров мерасад ба Равшан. خب چون ما درباره همون بازی رفشان کلوب و رفشان زفرآباد حرف زدیم، هجوم‌های رفشان نیویت جالب، زیبا و زیاد بود، ولی همون فرصت‌ها رو بازیکنانش استفاده نبردن. هم بارونوف، هم محسن عبدالغفورov، هم دیگر بازیکنانی که در خط پیش بازی میکردند. حالا خطرناک است. باز شرفشون سالیوف بود تو باز یک الچیبک است و الچیبک خواست ارسال کند با محض با بازیگری سابق رفشان نوروز رستمов، اما توپ را محافظتگر برگردونید. حالا اینجا ببینید بویر ایگانبردیев سرمربی دسته رفشان از جای خیسته است. حالا تا هنوز سه بازیگری این دسته اجازه بازی کردن را نگرفتند. با قول روبروی دسته اگر این سه بازیگر می بودند، یک تاش دروازه‌بان است، شاید دسته رفشان بازیش رو تغییر میداد. پای دیگر الچیبک نیاز دارد با طبیبان، نه از روی برمیخیزد. اینجا خطا صادر شد و وحیدی سفروف با الشر بازی میکند. با قفو باز وحیدین و ارسال توپ با میدان نزد دروازه. بسیار فیروزنظرов این توپ رو با دشواری گرفت، از دستش رها شد، ولی کسی نبود اونجا که این توپ رو خوب استفاده برد. توپ در مرکز است. محسن عبدالغفورov با قفو آمده است برای توپ رو با پیش به حملهگران رسانیدن و بارونوف قاعده رو در مرکز ویران کرد و اینجا باز ضربه زده می شود. الچیبک، رشیدبک فاز که در همه جا او رو زده از پای می افزونند. فشار با رشیددین محمدعلی توپ رو خطا میزند. در این حالت بالا میبینیم ضربه که سخت بود، توپ از میدان هم بیرون شد. الشر سفروف برگشتن او با فوتبال کلان که در فوتزال مشق میکرد، الحال یک ضربه آبدار و بسیار سخت و مستحکمش رو دیدیم. الشر بار دیگر اون توپ رو با دستش رو بازی میداد. خوب این مفصول نشان خواهد داد که الشر تا کدام درجه با فوتبال کلان کمک کرد و یا خود میتواند همچون یک بازیگری باشد که جایش رو با کسی ندهد. این البته از نگاه مربیان شما خوب میدونید که رقابت هست بین فوتبال بازان. حالا باز الچیبک در مرکز با وحیدین بازی میکند. باز الچیبک میافتد. امروز الچیبک از حد زیاد از پای زده افزاییده میشود. اینجا یک گروه کورسولانی هم هستند که الچیبک میگن چون که الچیبک، حالا ببینید این رقم 11 الچیبک است. الچیبک رشیدبکov که این مفصل دوم است در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکند. سال گذشته هم بازی‌هایش بد نبودند، صاحب مدال‌های برنجی شد. ما خوب درباره کلوب مرکزی ورزش ارتش میگیم. ارسال خوب، اما توپ تا با حملهگران نرسید. تقریبا 2 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی وخوری. حساب 1-0 میزبانان در صف پیش هستند. مبارزه برای توپ ادامه دارد.
باری دیگر حالا فوتبال بازی دسته равшан و اینجا عزتالله روزیف با مهارت بلند خوب ورزشگری هست که ملکه مهارتش خیلی خوب هم هست در خط حمایه، ولی در یاد هم هست که سالی گذشته یک خودگل هم داشت به دروازه دوشنبه از اشتباه استقلال گل زده بود. قسم اول نهایت شدتناک بود دوستان گرامی. بازی فکر میکنم که هم برای شما جالب بود هم برای ما هم جالب بود. خوب یک گل زده شد اما دیگر امکانات هایی بودن که به گل نزدیک. حالا باز الچیبک با توپ و اینجا باز در مقابل او حالا بار دیگر ببینید با تنش توپ رو خوب پناه میکند برای ریواج دادن هجوم. خوب افتادنش هم از نظر داوران بیرون نمیموند و هر لحظه به سوی دروازه دسته равшан ضربه های آزاد و جریموی تعیین میگردند. حالا باز وحشتین سفرов برای اجرای این ضربه آمده است. دو نفر بازیگران میبینم اینجا عبدالرحمن ناظیمов ایستاده است و بسیار ضربه خوب اما تو برگردانیده نشود. باری دیگر فوتبال بازی دسته равшан با توپ صاحبان اینجا خطا میکنند. شرافت سالیوف امکانیت فراختر هست ولی ببینید که اینجا خیلی خوب راستندیار بازی کرد ناظیمov و بله به کنار چپ اونجا خالی تر است شادیجان مرادov و اینجا توپ رو از دست میدهد بارانов. شادیجان مرادov تا همون لحظه حالا بازی فشار است و بارانов این توپ رو برگردونید و توپ از میدان بیرون شد. равшани ها حالا توپ رو به بازی میدارند. وقتی اساسی قسم اول به پایان رسید 2 دقیقه وقتی تلف شده 2 دقیقه با این قسم دادابویف ایلوه میکند. خوب ایست بسیار بود. گفتم اگر اینجا حالا گروه از بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش هستند هنوز این 2 دقیقه هست. 2 دقیقه که همگی یکم دقیقهش به پایان میرسد برای یک کوشش خوبی هجوم کردن برای سربازان اصلا بیشتر است. آنها به پیش میروند. علیشیر سفرов بود یک بار توپ رو به پیش میزنند و اینجا ولی روزیف آرام کامران میرزا نژاد خوب اینجا کسی نیست. در وقتی باقی مونده равшан امکانیت دارد باز یک کوشش کند برای برابر کردن حساب. کامران میرزاخان نیم دقیقه دیگر و بویر گمبردی باشد فریاد میزند که با پیش اما با پیش رفتن نمیتوانند. محسن عبدالغفارov امکانیت خوب حالا برای равшан خیلی جا خوب بازی میکند. امانوئل کاکاو باز یک بار دیگر مرادov اما اینجا جالبتر از همه بازیگر کلوب مرکزی ورزشی ارتش این توپ رو زده از نزد دروازه اشون بیرون میکند. ادریس امینو بود. خب دوستان گرامی قسم اول با پایان رسید 1-0. یگانه توپ رو شرافجان سالیوف در دقیقه 36 به ثمر رسانید و به تنفس میرویم و در ادامه قسم دومی بازی رو هم تماشا خواهیم کرد.